الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه ومن استنى بسنته إلى يوم الدين. اللهم اجعلنا منهم ومن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، آمين يا رب العالمين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم واخفض جناحك لمن تبعك من المؤمنين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي، آمين يا رب العالمین. پیامبر ما صلی الله علیه و سلم شریفترین مخلوق در بین مخلوقات الله است و در عین زمان بعضی جاها الله عزوجل به او مشوره های بی مثال داده یا حتی میتونن او را مشوره های عجیب در نظر بگیرن و او مشوره بسیار خاص بود، چون وقتی ما به رسول الله صلی الله علیه و سلم فکر میکنیم این فکر به ذهن ما میآید که او درجه بی نهایت بالاتر از ما کردن نزد الله داره و امکان نداره که احترامش با احترام ما مقایسه شود. اما بازم الله متعال به او گفته واخفض جناحك. اول دقیق این آیه را ترجمه میکنم، باز توضیح میتونم که یعنی چی. به معنای واقعی این آیه گفته بالهای خود بگستر لمن تبعك من المؤمنین، به هر کدام از مؤمنها که او را پیروی میکنه. پس به پیامبر گفته شده که بالهای خود بگستر بالای هر کسی که در بین مؤمنها از او پیروی میکنه. خب در جهان ما یعنی چی که بالهای خود بگسترانه؟ یک انسان بال نداره. مثل این آیه ای است که در قرآن گفته شده وقتی در مورد برخورد با والدین صحبت کرد. واخفض لهما جناح الذل من الرحمه. پس این عبارت چند باری استفاده شده. مثل هر زبان دیگه‌ای زبان عربی هم شکل بیان خودت داره. شکل بیان داره. مثلا امروزه ما با زبان خود میگیم او مرد بسیار سرخ آمده، اما معنایش حرارت نیست. درست است؟ فقط منظورش یک حالت است یا عصبانیت، اما میگن بسیار سرخ آمدی. یا مثلا اطفالی که خوب گیم میزنن میگن هیچ پرسان نکو، اما منظورش یک چیز دیگه است، چون اینا شکل بیان است. عمیق قسم در زبان عربی شکل‌های بیان وجود داره، اما شکل‌های بیان زبان عربی با تصاویر یک جای شده. اگر تصویرش بفهمین باز میفهمین که چی گفته شده و بعد ما میفهمیم که الله عزوجل در این آیه چی گفته. خب شما میفهمین که پرنده ها بال دارن، پرنده ها پرواز میکنن و بالهای خود باز میکنن، اما تنها وقتی که پرنده ها بالهای خود روی یک چیزی پایین میارن اونا از لانه خود محافظت میکنن. بس مهم نیست که چی به تخمایش حمله کنه، مار بیایه یا چیز دیگه بیایه، پرنده تمام ضربه ها را تحمل میکنه، اما اجازه نمیده که ضرری به لانه برسه. این حالت محافظانه را نسبت به لانه به خود میگیره و کسایی که در لانه هستن درمانده هستن. پس کسی که در موقعیت قدرت است، کسی که در موقعیت توانایی و توجه است، خود پرنده است و کسایی که درمانده هستند چوشهای خرد یا تخمایشان است. پس رسول الله صلی الله علیه و سلم یک مقام بسیار بالا داره و مؤمن ها هیچ قابل مقایسه با رسول الله صلی الله علیه و سلم نیستن. پس میخوایم شما یک چیز بفهمین. میفهمین این روزها وقت کسی را میبینن، مثلا بعضی شما برای امام احترام زیادی قائل است و هیچ وقت جرأت نداشتن که با امام صحبت کنن، اما بار اولی که با امام صحبت میکنین مضطرب میشن. مثلا ما همیشه میخواستم یک چیز براتون بگویم و اگر امام کمی با شما ناراحت باشه، علیکم السلام عجله دارم، بسیار کم سر شما قهر نمیشه، با شما توهین نمیکنه، اما اگه کمی هم با شما ناراحت رفتار کنه یا سوال شما را بشنوه تو یک چیز بگویه، امی سوالت بود واقعا، بسیار احساس خاری میکنن، تحقیر میشن. چرا؟ اگه هر کس دیگه ای براتون بگوید زیاد بد نیست، اما وقتی به کسی احترام زیادی داشتی، حتی اگه بسیار کم ناراحت باشه، اگه کم او توجهی که میخواین نته، باز یک موضوع کلان برای شما میشه. میفهمین؟ من از خودم یک مثال براتون میتونم. بعضی اوقات راه میرم و 10 نفر میاین سلام میگن، من میگم السلام علیکم، السلام علیکم، السلام علیکم و باید با تمامشان تماس چشمی داشته باشم، چون این سنت پیامبر صلی الله علیه و سلم است. با کسی که سلام میتن تماس چشمی برقرار کنن. با یک نفر میگم السلام علیکم، باز یک نفر دیگه به شانه میزنه، باز طرف او میبینم، باز میگم السلام علیکم و این کسی که دستش گرفته بودم احساس میکنه که او را نادیده گرفته بودم، با او توجه کافی نکردم. فهمیدن؟ باز احساسشون خدشه میبینم، مام نمیفهمم، من خود دستش گرفتم، اما او میگه من هر شب قبل از خواب به این مرد گوش میتونم، کمکم میکنه که خوابم ببره، اما حتی به چشمای مام نمیبینه وقتی با او سلام دادم. فهمیدین؟ خب چیزی که به پیامبر صلی الله علیه و سلم گفته شد ای بود که صحابه بسیار حساس هستن و باید با توجه زیادی رفتار کنیم، مثل ای که پرنده بالهای خود روی لانه میاره.
ما باید بسیار زیاد بر رسول الله صلی الله علیه و سلم احترام داشته باشیم و بر رسول الله صلی الله علیه و سلم گفته شده که حساسیت زیادی برای هر مؤمنی که همراهش سر و کار دارد داشته باشه. اما این برای ما یعنی چی؟ این یک سنت بسیار عمیق از پیامبر الله صلی الله علیه و سلم میسازه که با توجه زیاد با مؤمنین رفتار کنه. چون کسی که پیامبر همراهش با احتیاط است، ما باید بیشتر با او احتیاط کنم. ایرا فهمیدین؟ پس این آیه فقط یک راهنمایی برای رسول الله صلی الله علیه و سلم نیست، اما او که بالاتر از بالا است باید بالاهای خود برای مؤمنین پایین بیاره. پس برای ما و شما چی معنایی داره؟ ما و شما نباید بالای خود بلند کنیم. ما باید مقدار بسیار فوق‌العاده‌ای از فروتنی و توجه و حساسیت در وقت ارتباط با همدیگه نشان بدیم. وقتی با همدیگه برخورد داریم با زبان بدن خود، قسمی که به همدیگه میبینیم، قرآن حتی روش نگاه کردن یک نفر نقد میکنه. ثم النظر ثم عبس و بصر. حتما نباید به کسی با گپ‌های بد توهین کنی. میتونین یک طریق خاص او را ببینین. امیام یک توهین است. با خطای پیشانیتان توهین میکنن. عبس ثم عبس و بصر. میتونین چهره خود قسمی بسازین که عصبانیت و قهر از دور معلوم شود و این در قرآن به عنوان چیزی ثبت شده که کسی را آزار میده. لا تصعر خدك للناس. پس ما درباره حساسیت زیاد در ارتباطات صحبت میکنیم و ما میخوایم یک قدم پیش بریم. مسلمان‌ها چه قسم ارتباط میگیرن؟ فکر میکنن که نباید به کسی توهین کنیم، نباید کسی را غیبت کنیم، نباید کسی را ریشخند کنیم. ما اساسات میفهمیم. اما چون این آیات درباره حساسیت بسیار زیاد است، چیزایی که معمولاً به اونا فکر نمیکنیم، چیزایی که نمیدونیم به کسی آزار میرسونه. مثالایی میتونم که مد نظر نمیگیریم و فکر میکنیم که عادی است اما کسی را آزار میده. دی باره میگم، در یک مجلس میگن که شنیدم پسرت فارغ نشده. چی شده؟ چرا باید این سوالا بپرسی؟ و جوابش چه قسم به تو کمک میکنن؟ موضوعی است که اونا یک تجربه دردناک داشتن. اوه راستی شنیدم که تو از پارسال پشت وظیفه هستی. وظیفه یافتی؟ هنوزم بیکار هستی؟ ها، الله کمکت کنه. پیش روی همگی میگی من برای دعا میکنم انشالله الله کمکت میکنه. و بعد یک نفر فوت میکنه و تو فرصت پیدا نکرده که به جنازه بری. چند هفته بعد اونا رو میبینیم. من شنیدم که بیادرت فوت کرده. چی شد؟ چی مرضی داشت؟ استغفرالله، الله ببخشش. این دردآور نیست؟ اگه یکی از خانوادت فوت کنم میخوای این چیزا رو بشنوی؟ میخوای دردت تازه شوه؟ باز میگن نه فقط پرسیدم چون مهم هستن، فقط میخواستم بفهمم. و بعضی ازدواج میکنن. خب باز به اونا میگن هی هنوز صاحب طفل نشدین؟ طفل ندارین؟ ها، هنوزم؟ شما نمیفهمین در خانواده اونا چی گپ است. شما نمیفهمین که وضعیت اونا چی است. اینا سوالات حساسیت برانگیز در مورد زندگی شخصی مردم هستن که ما باید اگه کسی ازدواج کرده فقط بگن تبریک باشه. پیش پدر و مادرشون میرن و میگن هنوز نواسه ندارن. چرا؟ با اونا صحبت کنین. فهمیدین؟ شاید سخت جنین کرده باشن. نمیفهمین. شاید کدام مشکل دیگه داشته باشن. هیچ چیز نمیفهمین و این کار بسیار حساسیت برانگیز است. یک کار دردناک است. فهمیدین؟ و این قسم سوالایی است که مردم همیشه از دیگران میپرسن. شما 3 دختر داشتن نه؟ هیچ کدامشون ازدواج نکردن؟ هیچ کدامشون؟ ماشاءالله من دعا میکنم. اگه میخواین برای کسی دعا کنین در ایشان ایران نگوین. پیش الله دعا کنین، نه در نماز عید. اعلانش نکنین. و امو دقیقی که در کسی بگوین که من براتون دعا میکنم، این برعکس دعا کردن برای کسی میشه، توهین کسی میشه. مثل این میمانه که حال براتون بگویم الله شما را ببخشه. این براتون خوب نیست. اگه واقعا این را بخوایم من به تنهایی با الله صحبت میکنم، چون الله میشنوه. ضرور نیست که دعای مرا بشنوین. الله کسی است که میشنوه. این را فهمیدین؟ پس بعضی اوقات این قسم چیزا میگم. این برای ما اتفاق افتاده. من اولادای زیادی دارم. وقتی دختر سومم به دنیا آمد، 2 دختر داشتم و دختر سومم به دنیا آمد. من واقعا خوشحال بودم. کمی کلچه خریدم و به مسجد آمدم. یک بیادرم پیشم آمد گفت اوه طفلت به دنیا آمد؟ ماشاءالله سومش به دنیا آمد؟ گفتم بله. گفت چی است؟ گفتم دختر است. گفت دفعه بعد انشالله. فهمیدین؟ میفهمین؟ و قرآن میگه ظل وجهه مسودا وهو كظيم. قرآن میگه کسی که صاحب دختر میشه و ناراحت میشه و ناراحتی خود قرد میکنه، این چیزی نیست که به خاطرش ناراحت باشیم یا چیزی نیست که به کسی بگویم دفعه بعدی انشالله. در حقیقت پیامبر الله صلی الله علیه و سلم گفته کسی که 3 دختر یا 3 خواهر داره بدون جنت برایشان ضمانت میشه.
و این چیزی نیست که بگویم دفعه بعدی انشالله. فهمیدین؟ ما درباره مردم بسیار کنجکاو هستیم. بسیار کنجکاو هستیم. خب چند وقت میشه که ازدواج کردی؟ خب طفل نداری؟ خب تو خانم اول هستی یا خانم دوم؟ خب پس خانمش فوت کرد و دسته ما یک خانم دیگه گرفت. این بسیار تیز بود. فهمیدین؟ مردم در مورد زندگی دیگر را قسمی نظر میتن که در مورد زندگی شخصی مردم حق دارن. الله به ما گفته سبحانه و تعالی لا يحب الله الجهر بسوء من القول. الله دوست نداره که گپای دردناک یا بد بلند گفته شود، مثل نفرین کردن و بدزبانی و تهمت و متهم کردن. اما گپای دردناکی که به ضرر معلوم میشه اما در حقیقت برشان ضرر میرسونه و ما به این خاطر است که حساس میشیم. الله در آیه های زیادی به ما گفته، اما من میخوایم دقیقا چیزی را بگویم که پیامبر صلی الله علیه و سلم به ما گفته. میخوایم بیانیه هایی از پیامبر را بگویم که بسیار قدرتمند هستند. این که بالایتان روی دیگه مؤمنین پایین بیار یعنی چی؟ که از دیگه مؤمنین مراقبت کنن، در مورد زندگی شخصیشون کوشش نکنن، که زیاد کنجکاو نباشن، که تمام جزئیات نفهمن. الله در مورد جزئیات زندگی دیگران نمیپرسه. پس با مشهورترین حدیث شروع میکنم. پیامبر الله صلی الله علیه و سلم فرمودند: من ستر عورة أخيه المسلم، من ستر عورة أخيه المسلم ستر الله عورته يوم القيامة، ومن كشف عورة أخيه المسلم كشف الله عورته حتى يفضحه في بيته. کلمه ترسناک گفته هر کسی که پوشش بده و حریم شخصی را نگاه کنه، مسائل شخصی برادر مسلمان خوده، یعنی که به حریم خصوصی برادر مسلمان خود احترام کنه، الله در روز قیامت حریم خصوصی اونا را تکریم میکنه. و هر کسی که بخواد حریم شخصی برادر مسلمان خود افشا کنه یا کنجکاوی کنه، الله موضوعات شخصی اونا رو افشا میکنه. و الله نگفته روز قیامت، گفته حتی در دنیا، و میگه حتی اگر در خصوصی ترین بخش خانه ایشان باشن الله افشا میکنه. الله عموما کسایی را تحقیر میکنه که بسیار در حریم خصوصی دیگران کنجکاوی میکنن. سبحان الله. رسول الله صلی الله علیه و سلم در یک حدیث بسیار قوی، روشی که حدیث شروع میشه شوکه میکنه. یا معشر من اسلم ولم يفض الإيمان في قلبه. جمع شدن کسایی که اسلام قبول کردن اما ظاهرا ایمان واقعی یا عقیده واقعی هنوز راه خود به قلب اونا باز نکرده. این یک شروع بسیار ترسناک است. پیامبر الله صلی الله علیه و سلم نگفته مسلمانا، گفته کسایی که ادعای اسلام میکنن اما هنوز ایمان به قلبشون نرسیده. اینا چی کلمات ترسناکی هستن؟ به عبارت دیگه چیزی که پیامبر میگه ثبوتی است که ایمان در قلب نیست. فهمیدین؟ به می خاطر گفته پس چی میگن؟ لا تؤذوا المسلمين. به مسلمانای دیگه ضرر نرسونن. به مسلمانای دیگه ضرر نرسونن. به عبارت دیگه دو نوع ضرر رساندن است. متوجه باشین. یک نوع ضرر ای است که میخواین به کسی ضرر برسونن. نوع دیگه ضرری است که شما در روش سوال پرسیدنتان حساس نیستین. نیتتان این نیست اما باعث درد میشن. اما هر دو نوع صدمه میرسانن، نه؟ مثلا وقتی شایعه ها در مورد یک نفر پخش میشه، بازم دو نوع اشخاص هستن. یک نوعی است که دوست داره شایعه ها را پخش کنن. خبر شده که او چی کردن؟ دوست دارن که صدمه بزنن، دوست دارن که پخش کنن. اما اکثریت دوست ندارن که صدمه بزنن. میفهمین چی میکنن؟ اونا به احتیاط هستن. استغفرالله، کاش که راست نباشه. مرا بسیار آزار میده که ایره بگویم. در حقیقت امی که شما در این گفتگو داخل میشین پخشش میکنین. اما شما کسی نیستین که صدمه میزنه، اما به احتیاط هستین. شما به احتیاط هستین. پس وقتی رسول الله صلی الله علیه و سلم گفته که باعث درد مسلمانان نشین، با خودتون به این فکر کنین. میتونین بگوین که من غیبت نمیکنم، تهمت نمیزنم، کسی را لعنت نمیکنم، کسی را پایین نمیکشم، به کسی توهین نمیکنم. این چیزی است که شاید قصداً نباشه. اما آیا در پیگیری جزئیات زندگی دیگران محتاط هستم یا وقتی درباره اونا میشنوم چی میکنم؟ او وقت چی میکنم؟ چه قسم جواب میتونم؟ پیامبر فرموده ولا تتتبعوا عوراتهم. حدیث ادامه داره. با مسلمانای دیگه صدمه نزنین. باز ایشان گفتن وسواس نگیرین. دنبال نکنین، بیشتر و بیشتر درباره موقعیت‌های شخصی دیگر کنجکاوی نکنین. زیاد در مورد موقعیت‌های شخصی دیگران نپرسین. مثلا چقدر طفل داری؟ طفل ندارم. طفل نداری؟ واقعا؟ ها. تو چرا باید بفهمی؟ شاید طفل اونا فوت شده. میپرسه که طفل داری و با این کار دردشان تازه میشه. تو چی میفهمی؟ چه قسم میفهمی از زنه که میپرسی هی هنوز طفل نداری؟ شاید او از سقط جنینش تر نشده باشه و بزور از او درد خود بیرون کشیده و بازم به یادش میارین.
این حساس نبودن است، یا خانواده یا والدین یا مادری که اطفالشون کدام معیوبیتی دارن. میفهمین؟ بعضی اطفال فلج مغزی هستن، بعضی اطفال سرطان دارن، بعضیشون فلج هستن. اطفال اونا دویلچر هستن. باز اونا رو میبینین و میگین الله برای صبر بده، سبحان الله، الله تو رو امتحان میکنه. فهمیدین؟ به این گپای شما ضرورت ندارن، دلسوزی شما را ضرورت ندارن. در حقیقت اونا کسایی هستن که در روز قیامت به اونا حسودی میشه، به اونا که یه اطفال داشتن حسودی میکنن. این بازم حساسیت برانگیز است. همین که هر جا مردم عجب و غریب طرفشان ببینه سخت نیست؟ باز شما میایین و پیش همگی برای اونا دلسوزی میکنین؟ پس پیامبر گفته لا تتتبعوا عورات المسلمين. باز او گفته لا تتبعوا عوراتهم ومن تتبع عورة أخيه المسلم تتبع الله عورته. فرموده کسی که روی موضوعات شخصی برادر مسلمان خود وسواس شوه، باز الله موضوعات شخصی او را پیگیری میکنه. الله از اونا انتقام میگیره. معنای این چی است؟ ومن تتبع الله عورته يفضحه ولو كان في جوف بيته. و اگه الله موضوعات شخصی یک نفر پیگیری کنه، باز الله اونا را افشا میکنه، حتی اگه در پنهان ترین بخش خانه ایتان باشه. این اخطار رسول الله صلی الله علیه و سلم است و این چیزی است که به راحتی نقض میشه فقط با گپ زدن در مورد مردم. خب ما درباره گپ زدن مردم گفتم، حالا بیاین از گپ نزدن مردم بگویم. بیاین به نگاه کردن به مردم بگویم، یا تونی که همراه مردم صحبت میکنیم. بعضی اوقات الحمدلله ما یک قسم محبت و احساس برادرانه در این مسجد هست و ما در مسجدهای زیادی بودم. بعضی اوقات را رفتن در مسجد باعث میشه که مغرور شویم. یک نفر میگه السلام علیکم. علیکم السلام. میفهمین کلمه سلام عبارت السلام علیکم یعنی که من دعا میکنم در سلامت باشین و دعا میکنم که سلامت الله به شما بیایه، آرامش الله به شما بیایه و فرشته آرامش خدا به شما بفرسته و شما واقعا از طرف من در امن هستین و من ازتون محافظت میکنم قسمی که شما از من محافظت میکنین. این توافقی است که دو نفر بین خود میکنن وقتی چی میگن؟ السلام علیکم. اما در چهرهتون یک چیز دیگه است، حالتتون یک قسم دیگه است. پس این چه قسم است؟ واخفض جناحك لمن تبعك من المؤمنين. آخرین بحثی که براتون میگم که برای من قدرتمندترین بحث است. میفهمین؟ تمام ما یعنی مسلمان‌ها الله برایشون به طور طبیعی محبت رسول الله صلی الله علیه و سلم داده. طبیعی ما نامش میشنویم و قلب ما میخواد که صلی الله علیه و سلم بگوییم. براتون بگویم اون محبت مثل یک دانه است. میخوایم فکر کنین که او دانه به نبات تبدیل شده، باز به درخت. او دانه ثمر داده. یکی از ثمرهای او دانه چی است؟ من اوق پیامبر من دوست دارم. من اوق پیامبر من صلی الله علیه و سلم دوست دارم که من توجه اضافی و احتیاط اضافی را برای هر کسی میگیرم که او را محمد رسول الله صلی الله علیه و سلم صدا بزنه، بدون در نظر داشت رنگ پوستشان، بدون در نظر داشت درازی ریششان، بدون در نظر داشت مسجد رفتن یا نرفتنشان، بدون نظر داشت نماز خواندن یا نخواندن، بدون نظر داشت حجاب داشتن یا نداشتنشان. این نگرانی من نیست. وقتی محمد رسول الله را میشنون اونا هم میگن صلی الله علیه و سلم. این برای من کافی است که همراه اونا بسیار حساس باشم، بسیار متوجهشان باشم. محبت من بر رسول الله صلی الله علیه و سلم مرا مجبور میکنه تا این کار کنم و اگه من این کار نکنم یک چیز در محبت من نسبت بر رسول الله صلی الله علیه و سلم گم میشه. این ما را به این میرسونه وقتی میگیم واخفض جناحك لمن تبعك من المؤمنين. این چیزی است که ما را به گستراندن بالهایشان روی مؤمنین میرسانه. فهمیدین؟ در آخر من یک صفت رسول الله صلی الله علیه و سلم شرح میتم و به هر حال وقتی که الله یک صفت رسول الله صلی الله علیه و سلم شرح میته برای این است که او برای ما اسوه است، او الگوی ماست. هر صفتشان که گفته شده برای من یک مأموریت میشه که باید او صفت بیشتر و بیشتر در زندگی خود داشته باشم. بالمؤمنین رؤوف رحیم. الله میگه وقتی به مؤمنین برسه او رؤوف است. رؤوف یعنی او کوشش میکنه بفهمه دیگران چی احساسی دارن، میخواد موضوعات از نقطه نظر اونا ببینه. پس مثلا وقتی شما مهمانی عید دارین و اطفال زیاد اونجا میآیه و یکی از خانواده ها که میآیه یک مادر مجرد است یا پدر مجرد است و با اطفال خود میآیه و مادر اطفال نیست و یا پدر اطفال نیست یا مادر فوت کرده یا پدر فوت کرده، باز شما نمیگین یا مثلا یک مادر دیگه اطفال خود پیش او طفلی که مادرش نیست بغل نمیکنه. مادرش نیست. او اشخاص کمی حساسیت نشان میتن.
چون میفهمن او طفل چی احساسی داره وقتی مادرای دیگه اطفال خود بغل میکنن و او فکر میکنه که من مادر ندارم. ای رؤوف است. رؤوف یعنی ببینه که یک نفر چی احساسی داره. فکر میکنی یک نفر چی حسی میکنه قبل از اینکه کاری کنی. شاید فکر کنی هیچ مشکلی نیست، ما طفل ما بغل کرده، مشکلی نیست. شما رفعه را کم دارین. شما چیزی را کم دارین که پیامبر الله صلی الله علیه و سلم او را بسیار زیاد داشت. میفهمین رؤوف صیغه المبالغه است. او به صورت افراطی همدل بود. او افراطی حساس بود که دیگر را چی احساس دارند و در نتیجهش پیامبر محبت و توجه نشان میداد. باشد الله متعال به ما رفعه و رحمت بده و توسط او ما یک مدل پیامبر صلی الله علیه و سلم برای تمام کسایی شویم که اطراف ما هستند. میفهمین اسلام وسیع میشه. اسلام وقتی توسعه مییابه که ما این صفت در خود داشته باشیم. حتی نیاز نیست کسی را دعوت کنن. نیاز نیست که در مورد ای که چرا دینشان اشتباه است یا ای و او بحث کنن. نیاز به الهیات شناسی نیست. وقتی مردم ببینن که مؤمنین رؤوف و رحیم هستن میگن ما میره میخوایم، چون انسانیت ایران نداره. مردم ایران ندارن. پس وقتی ما صفات رسول الله صلی الله علیه و سلم نشان بدیم، باز انسان‌ها طرف صفات پیامبر ما صلی الله علیه و سلم جذب میشن. باز میبینن که اسلام یک چیز کاملا متفاوت در جهان میشه. وقتی ما اشخاصی شویم که خصوصیات رسول الله صلی الله علیه و سلم مجسم کنیم، باشد که الله متعال به ما قدرت و تعهد ای را بده تا از کسایی باشیم که سنت پیامبر را پیروی میکنن. اللهم اجعلنا ممن استنى بسنة محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. بارك الله لي ولكم. السلام عليكم ورحمة